آیفون های سری 17 تو 1 دقیقه و 40 ثانیه. اولین آیفون 17 تو رنگ های جدیدی قرار عرضه بشه و 6.3 اینچه و بالاخره صفحه نمایش 120 هرتزی داریم. از سرامیک شیلد 2 بهره میبره برای مقاومت بیشتر تو صفحه نمایش. چیپست A19 داره و دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دوربین 12 مگاپیکسلی تلفوتو و دوربین 24 مگاپیکسلی سلفی داره. آیفون ایر جدیدترین، نازکترین و خفن‌ترین آیفونی که تا به حال ساخته شده. فقط 5.6 میلیمتر قطرشه و 6.5 اینچ صفحه نمایش داره و سرامیک شیلد 2 در دو طرف گوشی به کار برده شده. چیپست هیولای A19 پرو داره. در یک همچین ضخامتی یه دونه دوربین داره که فقط اونم 48 مگاپیکسلیه و دوربین سلفیش هم 18 مگاپیکسله. تنها مشکلی که داره برای ماهایی که تو ایران هستیم به این دلیل که به خاطر ضخامت کمش نمیشه از سیم کارت فیزیکی استفاده کرد و فقط ورژن ای سیم داره. و قول مرحله آخر یعنی آیفون 17 پرو و پرو مکس که طراحی جدید و منحصر به فردی دارن، اما این دفعه به جای تیتانیوم از آلومینیوم توی ساخت و طراحیشون استفاده شده. چیپستشون مثل ایر A19 پرو و رنگای جدیدش که بسیار فوق العاده است و رنگ نارنجیش مورد علاقه خودمه. دو طرفش سرامیک شیلد 2 داره. دوربین‌هاش 48 مگاپیکسل اصلی، 48 مگاپیکسل اولترا واید، 48 مگاپیکسل تلفوتو و دوربین جلو و سلفیش 18 مگاپیکسلیه. 6.3 اینچ هم صفحه نمایششه و تنها فرقی که پرو و پرو مکس دارن اینه که پرو مکس یه خورده بزرگتر و 6.9 اینچه و همینو تمام.